نسل جدید ETF بیت کوین به نام ESG به زودی از راه میرسه و این یعنی ورود کمپانی‌های بسیار بزرگ به حوزه سرمایه‌گذاری کریپتو. اینکه اساساً این مدل ETF چیه، چه کاربردی داره و چه تأثیری بر کل اکوسیستم کریپتو خواهد داشت رو به طور کامل و دقیق بررسی می‌کنیم. اما این نکته رو در نظر داشته باشید. اهمیت این مدل ETF اگه از طرح ETF بلک راک بیشتر نباشه، قطعاً کمتر نخواهد بود. استیبل کوینی که دولت آمریکا و مقامات اقتصادی بورس نیویورک خیلی دوستش دارن و اخیراً در رنکینگ ها امتیاز خوبی هم به دست آورده، حالا قراره روی شبکه سولانا هم عرضه بشه. این اولین استیبل کوین در این سطح و کلاس کاریه که به غیر از اتریوم قرار روی شبکه یه ارز دیگه هم عرضه بشه که بسیار مهمه. برای چندمین بار پیاپی طی چند ماه گذشته رکورد استخراج بیت کوین شکسته شده و بیشترین میزان استخراج در کل تاریخ بیت کوین ثبت شده. این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران جدی کریپتو برخورداره که باید به طور دقیق و کامل بررسی و تحلیل بشه. چطوری رفقا، من آرشم و خوش اومدین به کانال سیرلند. بحث حفاظت از محیط زیست کم کم داره شکل جهانی به خودش میگیره و تمام کشورهای دنیا دارن ازش به شدت حمایت میکنن. این موضوع حتی پای خودش رو به حوزه‌های اقتصادی هم باز کرده و در حال حاضر بسیاری از مؤسسات مالی و کمپانی‌های تجاری در اقصانقاط جهان، خصوصا در اروپا و آمریکا، در حال تلاش برای تولید آلاینده‌های کربنی کمتر هستند. در همین راستا از اوایل قرن حاضر، یعنی چیزی در حدود 20 سال پیش تا الان، نسل جدیدی از سهام‌ها معرفی شدن به نام ESG که در واقع مخفف محیط زیست، جامعه و دولته، که منظورش اینه که با عرضه و خرید و فروش این نوع از سهام‌ها به حفظ محیط زیست کمک میشه. بر اساس تحقیقاتی که دانشگاه هاروارد در سال 2022 میلادی، یعنی یک سال گذشته، انجام داد، مشخص شد که بیش از 81% مؤسسات سرمایه‌گذاری بزرگ و صاحب نام فعال در آمریکا مایل هستند بخش بیشتری از سبد سرمایه‌گذاری خودشون رو به سهام‌های ESG اختصاص بدن. همچنین پیش بینی میشه که تا سال 2026 حجم بازار سهام‌های ESG به مبلغ 10.5 تریلیون دلار میرسه، یعنی یه چیزی در حدود میزان سرمایه‌ای که بلک راک معروف در اختیار داره. با اینکه صف مؤسساتی که طرح ETF اثبات بیت کوین رو عرضه کردن بسیار شلوغه و رقبای گردن کلفتی مثل بلک راک و فیدلیتی در این صف حضور دارن و کارو برای رقبای تازه وارد بسیار سخت میکنن، یه مؤسسه پیدا شده که یک طرح خلاقانه و هوشمندانه ارائه داده و اون هم ارائه بیت کوین به شکل و شیوه ESG یا دوستدار محیط زیسته. مؤسسه 7RCC روز دوشنبه 18 دسامبر 2023 طرح ESG ETF بیت کوین خودش رو برای SEC ارسال کرد که SEC اون رو بررسی و در نهایت تایید بکنه. این طرح قراره با نماد BTCK در بورس نیویورک یا همون نزدک عرضه بشه و خیلی هم ساده و خلاصه است. کسی که این ETF یا ESG ETF رو بخره در نهایت 80% مبلغی که خریده رو ETF بیت کوین دریافت میکنه و 20% باقی موندهش رو امتیاز کربن آتی یا کربن کردیت فیوچرز دریافت میکنه که در واقع اصل ماجرا همین 20% است که دریچه‌ای رو باز میکنه برای ورود غول‌های اقتصادی و مالی دنیا به دنیای بیت کوین که بیشتر راجبش صحبت میکنیم. بحث حفاظت از محیط زیست در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. به عنوان مثال که میخوام مطلب براتون جا بیفته و خیلی ساده متوجهش بشید، فرض کنید کمپانی اپل که یک کمپانی نسبتا بزرگه در آمریکا و اروپا و کشورهای دیگه هم فعاله. فرض کنید دولت آمریکا به اپل میگه تو اجازه داری در طول سال، فرض کنید مثلا اعداد واقعی نیست، دارم برای مثال میگم، میتونی به اندازه 10 میلیون تن CO2 تولید بکنی، ولی اگر از این 10 میلیون تن 1 تن بیشتر تولید کردی، به ازای هر تنش ما سعودی میبریم بالا و شما باید ضرر و جریمه به ما پرداخت بکنید. و به خاطر اینکه اکثر کمپانی های فعال در اروپا و آمریکا، کمپانی بزرگ منظورمه، بیشتر از اون حد مجازی که اجازه دارن CO2 یا آلاینده های کربنی تولید میکنن، با مشکلاتی مثل جریمه و مالیات های عجیب و غریب مواجه میشن. کاری که عموماً کمپانی های بزرگی مثل اپل انجام میدن اینه که مازاد تولید آلاینده های خودشون رو میرن به کمپانی هایی که به اون حد نصاب آلاینده نرسیدن تبادل میکنن، تهاتر میکنن. یعنی میگه من مازادم رو به تو میدم، یه پول کمتری هم میدم که اون پول از اون جریمه که قرار به دولت بده بسیار بسیار کمتره و میصرفه برای اپل. حالا توی این طرح ESG ETF بیت کوین که قرار 20%ش تحت عنوان کردیت آلاینده‌های کربنی به خریدار عرضه بشه، فرض کنید که یک کمپانی میاد 100 میلیون دلار این ارز و این سهم رو میخره.
معادل 20 میلیون دلارش اعتبار آلاینده‌های کربنیه. یعنی به راحتی میتونه 20 میلیون دلار صرفه‌جویی بکنه در بخش آلاینده‌ها. اگر بیشتر از اون حد داشته باشه تا 20 میلیون دلارش رو میتونه تهاتر بکنه و پوشش بده با این سهم. اینجاست که اهمیت این 20% مشخص میشه. یعنی مؤسساتی که حتی نیازی هم ندارن به بیت کوین، علاقه‌ای هم ندارن، میان فقط به خاطر اون پوینت و کردیت آلاینده‌های کربنی که مشمول جریمه نشن در آینده رو میخرن که ازش استفاده بکنن. این اتفاق چند تا ویژگی و حسن بسیار بزرگ داره. یک، اینکه پای سهامداران و سرمایه‌گذاران سنتی که اتفاقاً جزو قدرتمندترین افراد در کره زمین هستن رو به دنیای بیت کوین و دنیای کریپتو باز میکنه. سرمایه‌گذارانی که مثل آقای وارن بافت اصلا گرایشی هم ندارن به کریپتوکارنسی و علاقه‌ای هم ندارن، ولی به خاطر این بحث 20% پوانی که داره بهشون تعلق میگیره میان و جذب این حوزه میشن. آخرین ویژگی که بسیار هم مهمه، ورود پول‌های جدید و میلیاردها دلار و حتی تریلیون‌ها دلار پولیه که وارد دنیای بیت کوین میشه. این طرح تازه عرضه شده و احتمالاً یه چند مدتی طول میکشه تا بررسی و تایید بشه. شاید هم حتی تو مراحل اولیه مثل همین ETF بیت کوین که توی این چند ماه اخیر چندین بار رد شد، این طرح هم چندین بار نیاز به اصلاح پیدا کنه و رد بشه. اما مهم اینه که ما از الان بدونیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه و پوزیشن مثبت و مناسب خودمون رو اتخاذ بکنیم. یکی از استیبل کوین های نه چندان شناخته شده برای غیر آمریکایی ها پکسز با نام اختصاری USDP که درسته که برای دنیا چندان شناخته شده نیست و در کوین مارکت کپ هم امتیاز بالا و رتبه بالای 100 داره، اما دو تا ویژگی بسیار مهم داره که اون رو تبدیل میکنه به یکی از مهمترین استیبل کوین ها در حال حاضر در دنیای ما. اولین ویژگی و حسن پکسز یا USDP اینه که به طور کامل و 100% زیر بار موارد قانونی دولت آمریکا و منابع و مقامات محلی قانونگذار آمریکایی رفته. یعنی هر سازی که دولت آمریکا و مقامات آمریکایی زدن، پکسز با اون ساز رقصیده. البته باید در نظر داشته باشید که این مزیت بسیار بزرگیه، چرا که مجوز ورود تریلیون ها دلار پول در واقع دست همین مقاماتی مثل دولت آمریکا و SEC که دارن طرح ETF بیت کوین رو هم از قضا بررسی و تاییدش میکنن. بنابراین این که شما به ساز این مؤسسات و نهادها برقصی اتفاق بدی حداقل در حوزه جذب سرمایه نیست که پکسز این کار رو به خوبی داره انجام میده. دومین ویژگی USDP اینه که توی یه شاخص جدیدی که اخیراً هم معرفی شده به نام S&P استیبل کوین امتیاز خیلی خوب رو به دست آورده. این در حالیه که یه استیبل کوینی مثل تتر که خیلی هم محبوبه توی همون شاخص امتیاز بد رو به دست آورده و اگر نمیدونید داستان اون شاخص چیه که خیلی هم مهمه، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تماشا کنید. اگر هم دیدید که ادامه ویدیو رو با هم دیگه تماشا میکنید. پکسز یا USDP مجوز فعالیت کامل خودش رو در ایالات متحده آمریکا از دپارتمان سرویس های مالی نیویورک که به اختصار DFS نامیده میشه دریافت کرده و یادتون باشه این اولین استیبل کوینیه که تا این لول تونسته مجوزهای قانونی رو در ایالات متحده دریافت بکنه و موفق شده کاری رو انجام بده که حداقل برای سایر استیبل کوین ها در آمریکا فعلا یه آرزوه. حالا اتفاق مهم اینجاست که همین DFS اخیراً به پکسز یا USDP مجوز داده که شبکه استیبل کوین خودش رو به غیر از اتریوم روی شبکه سولانا هم عرضه کنه. این در واقع اولین استیبل کوینی توی این لول و کلاس کاری محسوب میشه که اجازه داره به غیر از اتریوم روی شبکه ارز دیگه‌ای هم عرضه بشه و اتفاق شگفت انگیزی برای سولانا و طرفداران و سرمایه‌گذارانش محسوب میشه. مواردی مثل سرعت بالا و هزینه انتقال کم یا همون کارمزد کمتر سولانا در حال حاضر به نسبت اتریوم باعث میشه که سولانا حداقل گزینه بهتر و معقولتری برای USDP باشه برای فعالیت. همچنین احتمالا خاطرتون هست که در تابستون توی یه ویدیو بهتون گفتم که مؤسسه و کمپانی بسیار معروف پیپل که احتمالا همتون رو میشناسید وارد دنیای استیبل کوین ها شده و ارز اختصاصی خودش به نام پای USD رو معرفی کرده. نکته جالب اینجاست که پای USD به طور کامل با استفاده از شبکه و خدمات و سرویس های همین پکسز یا USDP داره کار میکنه. پیپل هم که همتون میشناسید و نیازی به معرفی نداره.
ارزش روی شبکه USDP یا همون پکسز داره کار میکنه. از طرف دیگه هم مقامات نیویورک 100% بهش اعتماد دارن و یکی از قانونمندترین استیبل کوین ها میشناسنش در کل دنیا. بنابراین میبینید که با چه موجود عجیب الخلقه ای طرف هستیم و الان این موجود قرار بیاد روی شبکه سولانا هم فعالیت بکنه. راستی امتیاز S&P که بهش داده امتیاز خیلی خوب رو هم نباید از قلم بندازیم. احتمالاً تو این روزا هم مشاهده کردید که سولانا چه عملکرد خارق‌العاده‌ای از خودش داره به جا میذاره و یکی یکی رکورد قیمتی رو داره میشکنه. نکته جالب اینجاست که موفق شد حتی چندین ارز قدرتمند دیگر رو هم شکست بده و الان توی رنک کوین مارکت کپ رتبه 4 ارزهای دیجیتال رو در اختیار داره. رتبه سوم که تتر، حالا اصلا نیازی به حساب کردنش نیست چون استیبل کوینه. در واقع در اصل سولانا رتبه سومه، یعنی اول بیت کوین، دوم اتریوم و سوم سولانا، که اتفاق بسیار بزرگی برای یه ارز در حد و اندازه سولانا محسوب میشه. همچنین احتمالاً خاطرتون هست که سولانا یکی از 4 ارز دیجیتالیه که در یکی از بزرگترین پروژه های مالی و اقتصادی آمریکا شریکه و داره کار میکنه که تریلیون ها دلار ارزش مالی داره. توی این ویدیو به طور کامل صحبت کردم راجبش. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری داشته باشید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردید لطفاً برای هر چی بیشتر دیده شدنشون رو لایک کنید و اگر تا الان کانال سیرلند رو دنبال نکردید لطفاً روی دکمه سابسکرایب در پایین ویدیو بزنید و مشترک کانال سیرلند بشید. از چند ماه پیش تا الان چندین بار به رکوردهای استخراج بیت کوین پرداختیم توی کانال و ویدیو متعددی رو هم من راجبش ساختم. الان هم مجدداً برای چندمین بار یه رکورد جدید در حوزه استخراج و هش ریت شبکه بیت کوین ثبت شده. در حال حاضر میزان استخراج شبکه بیت کوین به رقم عجیب و غریب 631 اگزاهش رسیده که به نسبت دوران قبلی و رکوردهای قبلی چندین درصد رشد رو نشون میده. همچنین باید در نظر داشته باشید که تاریخ مهم بعدی برای اعمال شدن سختی شبکه 5 ژانویه است، ولی وقتی که سختی شبکه بالا میره هزینه تولید و استخراج هم برای ماینرها به شدت افزایش پیدا میکنه و سود چندانی براشون نداره که با افزایش سختی شبکه همچنان استخراج بکنن. اما ما شاهد این هستیم که ماینرها با تمام قوا شبانه روز در حال استخراج بیت کوین هستند و این یک شاخص بسیار مهمه. یه نگاه بکنید به میزان هش ریت بیت کوین از ابتدای 2023 تا الان. میبینید که دائما سیر صعودی رو داشته. ابتدای 2023 قیمت بیت کوین چقدر بود، الان چقدره و این شاخص هم به خوبی گویای این موضوع. الان هم باید در نظر داشته باشید این رکورد جدیدی که ثبت شده نشون میده که ماینرها دست از کار نمیکشن و قصد ندارن که بیخیال این کار بشن و احتمالاً این روند همچنان هم ادامه پیدا میکنه و از اهمیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران بلند مدت کریپتو و بیت کوین برخورداره. لطفاً شما هم نظرات ارزشمند خودتون رو در رابطه با محتوای مطرح شده در این ویدیو به خصوص بحث سهام‌های ESG و سولانا و بعد از اون رکورد جدید هش ریت بیت کوین طبق معمول در بخش کامنت ها با من و سایر رفقا به اشتراک بذارید. از اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتید و ویدیو رو تا اینجا دنبال کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.